میرزاخوجه صمدوف یکی از امانتگزاران بانک هنگام سال 2017 مفلس اعلام شده تاجپران بانک روز 13 مارس سال 2023 با ارسال یک نامه سرکوشیده به پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان نوشته است که با گذشت 6 سال از برهم دادن تاجپران بانک او تا حال نتوانسته است که پسندازهای خود را از این بانک پس بگیرد. میرزاخوجه صمدوف از پرزیدنت خواسته است که یک کمیسیون مستقل تشکیل داده فعالیت نهادهای را که میبایست در این مدت از حساب فروش دارایی‌ها و مال ملک تاجپران بانک پسندازهای امانتگزاران این بانک را برگردانند تفتیش کنند. او مطمئن است که بسیاری از این دارایی‌ها که میبایست برای پرداخت امانت‌ها صرف میشدند از جانب برخی مسئولان بی وجدان غارت شدند و برخی نهادهای دولتی منفعت دارند که روند برهمدهی این بانک را طول داده از این حساب فایده بگیرند. میرزاخوجه صمدوف از جمله یادآور شده است که رئیس حبس شده تاجپران بانک جمشید زیایف برای پرداخت پسندازهای امانتگزاران این بانک مال و ملک خود به مبلغ 250 میلیون سومانی را به مقامات سپرده که برای رویاندن پسندازهای مردم کافی بود، ولی مقامات جمشید زیایف را زندانی کردند و دیگر معلوم نشد که سرنوشت این مال و ملک سپرده وی چی شد. میرزاخوجه صمدوف در نامش به پرزیدنت می نویسد او مطمئن بود که هیچگاه در وطنم عذاب و گرسنگی را نمی بینم، ولی در نهایت من بدون حقوق کنستیتوسیونی ماندم. در پسترین حالت حقوق شهرونده من پاره پایمال شده ایستاده است. خود را دل مانده، فریب خورده، دزدیده شده، غارت شده حس میکنم و احتیاج به یاری مادی و مولوی دارم. من معیوب با اویلم و فرزندان نوبالغم در مدت طولانی، یعنی بعد در سال 2017 مجبورم مفلس شدن تاجپران بانک رو افتاده شده عذاب کشیده ایستاده ایم و گرسنه و قرضدار شده زندگی را با مشقت زیاد پیش میبریم. بانک ملی تاجیکستان ماه فوریه سال 2017 ارائه کمک‌های دولتی برای نجات تاجپران بانک و فونان بانک را بیهوده دانسته هر دو بانک بحران زده را برهم داد. در هر دو بانک از همان وقت مدیران مخصوص عمل میکنند. فونان بانک هنوز در پایان سال 2020 خبر داد که حساب و کتابش را با اکثریت میزاجان خود انجام داده است، ولی دعواتاً از آنهایی که در تاجپران بانک پول گذاشتند شکایت دارند که با گذشت اینک 6 سال از زمان برهم دادن این بانک نتوانستند پولهای خود را پس بگیرند.